به نام خدا سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان. نصب خمره نیسانی بر روی ایسوزو 5 تن همینطور که میبینید بس خودم خوروندم روش و به خاطر خمره کوچک بوده بس جوش دادم به خمره. همینطور که میبینید قشنگ مرتب. اینم یه تیکه لوله باز کردم از گلو به خمره به علت بریدن ترمز اگزوز و شیک و مرتب شد. اینطور که میبینید سر جای خودش دقیق و مرتب صاف و سالم. امیدوارم لذت برده باشین. ممنون و متشکرم. یا حق.